امروز روز اول کلابه. بعد من دارم میرم ساعت 1:15 تقریبا. آره 1:20 است و اینکه ساعت 3 کلاسه. واقعا امیدوارم که خیلی اتفاقات خوبی پیش رو باشه و اتفاقات خوبی برای من و بقیه کسایی که یعنی همه کسایی که اونجا هم بیفته. بریم ببینیم چی میشه. نفر اول بودن بچه‌ها نه و همه بچه‌ها دور می‌نشستن. ازم تو وایس می‌فرستی ببینم چیکاری. گذاشتن واسه ما گذاشتن برامون بعد نصفشون کنیم فقط نه دو تا صابونه با یه دونه عینا. میگم نصفش کنیم بعد چند تا می‌ذاره میز 5 تا نشیش بین استراحت ها و دستاتو بشوری صورتتو بشوری همینجا پاکیزی 2 ساعت آب گذاشتیم آرش کردیم. لیوانتو خالی کن. لیوانتو بده این مال آره تو مشکل لیوان چیکار کنی؟ اوکی من دوره باریستا شرکت می‌کرد اینجا چیکار؟ بالا داشتم گفتم علاقه‌ام باهاش بسته بوده. یه
ممکنه داغ نباشه چون آره دیگه اشکالی نداره همین که قهوه کافیه. اوکی نه دستت فقط جلسه اول کلابی رو داریم که تقریبا 2-3 ماه داریم برای زحمت کشیم نشد. از این سایت بریم بهتره. کیانی تبار هستم. در حال حاضر هم پرستارم، هم سناریو نویسم و طراح استوریم. کمپین منیجری هم در کنارش انجام میدم و دوست دارم الان در حال حاضر مشهد هستم و دوست دارم به عنوان کسی شناخته بشم که اینطوری که یک کلمه بهش بدی ولی یه ایده سناریو به تحلیل بده. که اون برندی که برای خودتون میخواین بسازین و داشته باشین و اون تصوری که از آینده دارید، اون تصویری که از خودتون دارین رو واقعا زیستش کنید. یعنی اینکه فقط موقعی که توی جلسه کاری میاد میخوان شیک پوش باشید این کفایت نمیکنه، چون این رفتار شما رو فیک نشون میده، چون شما واقعا این نیستید. وقتی که هر روز لباسای اسپورت میپوشین، نوع گفتارتون، نوع غذا خوردنتون، نوع پیغامایی که به دوستاتون میزنید. نه من خودم هم اسپورت میپوشم. منظورم به یه چیز دیگه است. سعی کنید که